آشوریان به مدت چندین قرن بر آسیا حکومت می‌کردند. با این حال در قرن 18 پیش از میلاد مردم ماد بر علیه آنها شورش کردند و سرانجام آزادی خود را به دست آوردند. اکنون مادها باید یک دولت تازه برای خود ایجاد می‌کردند. آنان که مصمم بودند از ایجاد یک حکومت خودکام خودداری کنند، نپذیرفتند که کل قدرت تنها در دست یک نفر باشد یا یک حکومت پادشاهی ایجاد شود. با این حال، کشور که رهبری نداشت، در مدت کوتاهی به آشوب کشیده شد و به قلمروهای کوچکتر تقسیم شد و روستاها بر علیه یکدیگر می‌جنگیدند. در یکی از این روستاها مردی به نام دیاکو بود که به خاطر انصاف و توانایی زیاد در میانجیگری و حل اختلافات شهرتی برای خودش به دست آورده بود. در واقع او تا حدی در این کار موفق بود که پس از مدتی همه دعواهای حقوقی در منطقه را به نزد او می‌آوردند و قدرتش افزایش پیدا کرد. اختلافاتی در آن سرزمین در مورد مسائل قانونی ایجاد شده بود. قاضی‌ها فاسد شده بودند و در آن زمان هیچ کس در مورد دعاوی خودش به دادگاه اعتماد نمی‌کرد. بنابراین مردم به خشونت روی آوردند. هنگامی که آوازه دانایی، صداقت و عدالت تزلزل‌ناپذیر دیاکو در سرزمین پخش شد، مردم روستاهای دور و نزدیک سرزمین ماد به نزد او آمدند تا در مورد همه‌گونه دعاوی آنها قضاوت کند. چیزی نگذشت که او به تنها داور و قاضی در آن سرزمین تبدیل شد. دیاکو در اوج قدرتش ناگهان به این نتیجه رسید که از آن کار کناره‌گیری کند. او دیگر نمی‌خواست بر کرسی قضاوت بنشیند. شکایت‌های مردم را بشنود و اختلاف‌های میان برادران را حل کند. او جلوی کرد که زمان بیش از حدی را برای مسائل دیگران می‌گذراند و از رسیدگی به کارهای خودش باز مانده. بنابراین خودش را بازنشسته کرد. کشور یک بار دیگر وارد مرحله آشوب شد. حالا که یک قاضی قدرتمند مانند دیاکو ناگهان خودش را کنار کشیده بود، جرایم افزایش پیدا کرد و کشمکش‌ها بر سر مسائل قانونی بیشتر از هر زمان دیگری شد. مادها از همه روستاها با هم جمع شدند تا تصمیم بگیرند که چگونه از این وضعیت عبور کنند. یکی از رؤسای قبایل گفت: ما نمی‌توانیم با قوانین کنونی در این کشور زندگی کنیم. بیایید یکی از بین خودمان را به عنوان حاکم تعیین کنیم تا بتوانیم یک حکومت نظاممند داشته باشیم، نه اینکه همگی خانه‌های خود را در این آشوب از دست بدهیم. اگرچه مردم ماد رنج‌های زیادی را در زمان حکومت استبدادی آشوری‌ها سپری کرده بودند، اما تصمیم گرفتند یک حکومت پادشاهی ایجاد کنند و یک شاه برای خودشان انتخاب کنند. و البته مردی که بیشتر از همه او را برای پادشاهی می‌خواستند، همان دیاکوی عادل بود. قانع کردن او ساده نبود، چون او نمی‌خواست بیش از آن با کشمکش‌ها و دعاوی‌های روستاییان سر کار داشته باشد. ولی مردم ماد همچنان التماس کردند و گفتند که کشور بدون او به یک حالت بیقانونی درآمده است. دیاکو سرانجام پذیرفت. با این حال شرط‌هایی هم تعیین کرد. باید یک قصر عظیم برای او می‌ساختند، باید نگهبان‌هایی برایش تعیین می‌شد و باید یک پایتخت برای او ساخته می‌شد تا بتواند بر آن حکومت کند. همه این کارها انجام شد و دیاکو در قصر خودش نشست. قصر در مرکز پایتخت قرار داشت و با دیوارها محاصره شده بود و کاملا دور از دسترس مردم عادی بود. سپس دیاکو قوانین حکومت خودش را اعلام کرد. دسترسی حضوری به او ممنوع بود. ارتباط با شاه تنها از راه پیک‌ها امکان پذیر بود. هیچ کس در دربار شاه نمی توانست بیشتر از یک بار در هفته او را ببیند و در آن زمان هم فقط با اجازه قبلی با او دیدار میشد. پادشاهی دیاکو 53 سال بود. او امپراتوری مادها را گسترش داد و زیربنای چیزی را فراهم کرد که بعدها به امپراتوری پارس زیر فرمان نوه او کوروش بزرگ تبدیل شد. احترام دیاکو در چشم مردم در زمان پادشاهی او به تدریج به نوعی پرستش تبدیل شد. به باور آنها او تنها یک موجود فانی معمولی نبود، بلکه پسر خداوند بود.